نأمر بالمعروف ولا ننهى عن فعل الشر ولنتركها. سبب‌های ناجایز بودن خیرات سه‌بگاهی و چهلم. سوال: چرا فقیهان چهار مذهب دعوت و ضیافت کردن اهل میت را در روزهای مخصوص مثل سه‌بگاهی، چهلم و غیره بدعت زشت و مکروه گفتند؟ جواب: فقیهان چهار مذهب چنین دعوت و ضیافت را به سبب‌های زیرین بدعت و مکروه قرار داده‌اند. یکم، در این دعوت و ضیافت تشبه است، یعنی خود را مانند کردن با هندوهاست، چون که این در حقیقت رسم آنهاست و رسول خدا صلی الله علیه و سلم از تشبه منع کرده اند. دوم، در شریعت دعوت و ضیافت در وقت مصیبت و غم مشروع نشده است، چطوری که از عباره‌های فقیهان اسلام معلوم گردید. سوم، لازم و ضروری دانستن این دعوت التزام ما لا یلزمو است، یعنی لازم و ضروری دانستن یک چیزی که لازم و ضروری نیست. این به اتفاق علمای اسلام ناجایز است و چطوری که می‌بینیم مردم چنین دعوت و ضیافت را لازم و ضروری می‌دانند، حتی با سود قرض گرفته چنین دعوت و ضیافت را انجام می‌دهند. چهارم، آن مالی که در چنین خیرات یعنی سه‌بگاهی، چهلم و غیره صرف می شود اکثرا در آن حق یتیمان نابالغ شامل است که مال یتیمان را در صدقه و خیرات صرف کردن و خوردن از آن به هیچ صورت جایز نمی باشد. خداوند در قرآن کریم فرموده است: هر آینه آنان که مال یتیمان را به ناحق میخورند جز این نیست که در شکمهایشان آتش دوزخ را میخورند و زود است که می‌درآیند آتش فروزان را. سوره نساء آیت 10. پنجم، مقصد از این دعوت و ضیافت ایصال ثواب یعنی بخشیدن ثواب اعمال به گذشتگان نیست، بلکه مقصد ریا و خودنمایی و دوری جستن از طعن و ملامت مردم است که این شرک اصغر است. نشانه های ذیل دلیل بر آن است که مقصد از آن ریا و خودنمایی و دوری جستن از طعن و ملامت مردم است، نه ایصال ثواب، یعنی به اصطلاح برای بستن دهان مردم است. یکم، صدقه پنهانی افضل است. با وجود این اگر آنها را ترغیب و تشویق به آن کرده شود هرگز قبول نمی کنند. دوم، صدقه دادن به شکل پول و پیسه زیاده بهتر است، چون که در آن پنهان داشتن صدقه آسان است. برای فقیران و مسکین ها نیز زیاده سودمند است، چون که با پول نقد آنها هر گونه حاجت هایشان را پوره کرده می توانند، ولی این فایده ها در دعوت و ضیافت وجود ندارد. بلکه بعضی وقت طعام برای بعضی ها ضررناک هم می شود. در درجه دوم صورت بهتر برای صدقه و خیرات این است که ضرورت حاجتمند را پیش نظر کرده صدقه کرده شود، یعنی برای بیمار دارو، برای مسافر راهکرا، برای گرسنه طعام و غیره. خلاصه در صدقه دادن دفع ضرورت رعایت کرده شود. اگر برای آنها طریق درستی صدقه و خیرات کردن را مشوره داده شود که این هم برای کمبغلان و هم برای میت و اهل او سودمند است، در جواب میگویند اگر دعوت و ضیافت نکنیم مردم چی میگویند؟ ما در بین قوم و قبیله شرمنده و رسوا میشویم. سوم، اگر حقیقتا مقصد آنها ایصال ثواب می بود پیش از همه غریبان و کمبغلان، بیوه و بیچارگان و یتیمان و بیپرستاران رعایت کرده می شد و پیش از همه اینها را طعام داده می شد. ولی اکثرا در چنین دعوت و ضیافت ها دوستان و خویشاوندان و مردمی به قدر و ثروتمند جمع می شوند که اکثر آنها مستحق صدقه نیستند. به حواله احسن الفتاوا جلد 1 صفحه 35، به حواله درالمختار جلد 1 صفحه 664.